روند کاهشی جمعیت در کره جنوبی با داشتن کمترین نرخ باروری در دنیا شتاب گرفته، شتابی که بنا به گزارش اداره کل آمار کره جمعیت فعلی 51 میلیونی این کشور رو ظرف 3 دهه به 38 میلیون نفر کاهش خواهد داد. جمعیت افراد مجرد و خانواده‌های تک نفره در کره نسبت به 3 سال اخیر به سرعت در حال افزایشه. شاخص‌ها از روند صعودی پیری جمعیت و کاهش نرخ بی سابقه زاد و ولدها حکایت داره. جمعیت سالمندان کره جنوبی نیز در روندی رو به افزایش به بیش از 5 میلیون نفر رسیده که این چالش خود فشاری مضاعف رو بر جمعیت شاغل این کشور برای مراقبت و نگهداری از سالمندان وارد کرده. من و همسرم با کارفرما توافق کردیم هر کدوم با یک شیفت کاری متفاوت سر کار حاضر بشیم تا هر روز یکیمون در نبود دیگری تو خونه باشه و از پدر سالمندم مراقبت کنه. ما توقع نداریم دولت همه هزینه ها رو پوشش بده، اما حداقل هایی رو در بخش خدمات شهری مثل حمل و نقل رایگان میشه برای سالمندان در نظر گرفت. کاهش جمعیت برای 4مین اقتصاد آسیا و ترکیب جمعیتی این کشور کوچک پیامدهای بسیار سنگینی رو در بر داره. حالا به اعتقاد کارشناسان تداوم روند صعودی کاهش جمعیت مانع رشد اقتصادی و موجب کوچکتر شدن اقتصاد کره جنوبی خواهد شد. اسماعیل بوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.